من و هادی اون موقع هادی جان با امیر ژوله با هم خونه بودن. آره یک سالی همخونه آره بودن. همخونه بودن. بعد من اومده بودم پیش هادی، کار داشتیم و می‌خواستیم تمرین کنیم، امیر جان نبود. یه مشاجره رو داشتیم بازی می‌کردیم که این دو طرف در واقع شخصیت‌های نمایش به شدت دارن دعوا و مشاجره می‌کنن. حالا نگو امیر ژوله بنده خدا اومده یه نیم ساعتی از پشت در برف می اومد، سرما داره صدا رو از داخل خونه میشنوه، روش نمیشه وارد بشه. من نمیدونستم چیکار کنم، بیام تو یا نه، نمیدونم با چیکار کنم اینا. بعد به یه جای ما صدامون قطع شد و کلید افتاد تو در و امیر اومد اصلا نگاه هم نکرد ما رو، رفت تو اتاقش. آره رفت. چرا اینجوری میکنه؟ سلامی نکرد رفت. بعد رفتن امیر شیرین گفت شما داشتید دعوا می‌کردید اینا فلان. تو نه داشتیم اسم گفت کثافتا، من 45 دقیقه از پشت وایسادم تو برف دارم سگ لرز میزنم.